در شهر دوشنبه شام 18 آگوست مراسم ویدا با جوانی 21 ساله برگزار شد که یک روز بعدی جراحی دندان درگذشته است. این خبر در شبکه‌های اجتماعی سر و صداها را بلند کرد و خدمت‌رسانی‌های دندانپزشکی کشور زیر انتقاد قرار گرفت. محمد سعیدی عزیزاللهی 21 ساله یک روز بعدی جراحی ناموفق دکتران دندان درگذشته است. خبر داد سعدی مهدی، مدیر اکادمی وای تاجیکستان و مأمور گروه فیسبوکی آرمان‌های ملی. با نوشته سعدی مهدی، محمد سعیدی جوانمرگ روز 17 آگوست در درمانگاه استوماتولوژی محله یکم سویتسکی جراحی شده 18 آگوست دنیا را پدرود گفت. علت رسمی مرگ جوان گفته نشده است و شرح درمانگاه استوماتولوژی نیز فعلا دسترس نیست. منبع می‌افزاید که هنوز یک ماه نگذشته است که ایشانی عزیزالله پدر محمد سعید دنیا را پدرود گفته بود. در تاجیکستان قبلا نیز از کمبودی‌های خدمت‌رسانی‌های دندانپزشکی از جمله رعایت نشدن قاعده‌های بهداشتی شکایت‌ها صدا می‌دادند که برخی از میزاجان را دچار بیماری سیرایتی از جمله زرپروین می‌کنند. این نقطه مورد توجه مقامات تاجیکستان قرار گرفته بود و دستور داده شد که بدون معلوماتنامه‌های داخلدار قبول میزاجان قطعاً منع گردد. مقامات قبلا در پی سنجش‌ها گزارش داده بودند که کاری چندین مرکزهای دندانپزشکی را به دلیل کمبودی‌ها باز داشته بودند.